استاد دلان، شما اهل فیلم و به قول معروف هالیوود هم هستین؟ فیلم منظورت از فیلم چیه؟ مثلا فیلم های ترسناک مثل فیلم آنابل یا عروسک، چون که یکی سوال پرسیده که آیا جن توی اجسام بیجان هم میتونه بره؟ بله میتونه بره. ببین این فقط یک جادوگر میتونه این کارو بکنه. ببین سررشته تمام این صحبت‌های شما که من جوابشو میدم فقط دست جادوگراست. خب و وقتی جادو میشه این دیگه برخورد دینی باید باش بشه. میدونی چی بهتون میگم؟ با اسم اعظم خدا یا با حرکاتایی که چی داره تو اعداد داره، تو ابجد هست و تکسیر الاعظم هست. کتاب تکسیر الاعظم همون نور المائه، کتاب جفر، اینا دفع میشن. خب و بله جن میتونه داخل اشیا دمیده بشه، اشیایی که جادوگر بخواد، نه تحت هیچ شرایطی غیر از این نمیشه. نه حروف لایعقربی و حالا اون 4 عنصر چی هست؟ میشه درباره اینا یه توضیح به ما بدین؟ حروف لایعقربی به معنای اینکه حروف ناخوانا. حروف لایعقربی یعنی حروف ناخوانا، شکل و شمایل خاصی داره، مثل ستاره، مثل ما، مثل نقطه، حالا مثل خط، این مثل حتی حروف لاتین، حروف های انگلیسی که شکل و شمایلش خوانا نیست. به نظر من الان من اینقدر تو این 15 سال کتاب خوندم، حروف لایعقربی رو که میتونم تفسیر کنم. به نظر من حالا کاری به من نداره که من بخوام ادعای کنم، ولی فکر کنم اگر استاد این کار کسی باشد که حروف لایعقربی رو تفسیر کنه، غیر از من تعداد خیلی کمی هستن تو ایران که الان نشونتون میدم اشکالشو. این حروف لایعقربیه، اینی که ببینید اینجا و اینی که ببینید اینجا حروف لایعقربیه، یعنی حروف ناخوانا. شکل و شمایل خاصی داره، اعداد داره. بعد از اعدادش، یعنی شکل و شمایل رو که حفظ کنی و اعدادش رو بیاری روش، میتونی راحت تفسیرش کنی. یعنی اگر کسی بلد باشه روی این کار، میتونه روی این کار تدریس بده و به شما راحت یاد بده که حروف لایعقربی چیه، چجوری تفسیر میشه. حروف لایعقربی کیمیاگران از این استفاده میکردن برای طلسم، خب، و برای طلسم برداشتن. یعنی هم طلسم میذاشتن هم طلسم برمیداشتن، باطل میکردن. 4 عنصر هم که شما میگی، ما حروف لایعقربی رو کامل توضیح دادیم. 4 عنصر که شما میگی، من فکر کنم تو ویدیو قبل بهتون گفتم، آتش و خاک، که آتش یه اعدادی داره و اتمش میشه همون اعداد جن، یعنی جن که عنصرش آتشه و همون آتش وصل میشه. انسان هم که عنصر اصلیش خاکه، یعنی جسمش خاکه، عنصری که خاکه میشه 1 عدد و انسان هم میشه 1 عدد. حتی آدم باز همون عدد میشه، یعنی آدم هم روش همون عدد میشه. این میشه 4 عنصر که ما 2 تاشو تعریف کردیم، ولی 2 عنصر دیگه باقی موندن به نام باد و آب. حالا من بهتون بگم باد، عنصر باد، من برای چی اهل هوا میگن وقتی شما تسخیر میشید توسط یک جن اهل هوا میگن؟ ببین باد به حروف ابجد میشه عددش 7 کلن، کاری به اتمش هم نداریم، کلن عددش B2 A1 میشه 3 D4 میشه 7. روح میشه 214، روح عددش میشه 214، ر 200 او 6 و 6 ه هولم 8. این 3 تا کلمه میشه 214 و به علاوه کنید 2 به علاوه 1 میشه 3، 3 به علاوه 4 میشه 7. باد همون رو تکثیر میکنه
آبم که مایه حیات است، یعنی آب کلا عدد و اتمی نداره، مایه حیات است. خود آب که عددش میشه 3، ولی کلا کاری به هیچی نداریم، مایه حیات است. بله درسته. این هم از 4 عنصر که ما عنصر رو تعریف کردیم و من میگم هر کس که تو علوم غریبه میخواد پیگیری بکنه راجع به هر چیزی که دوست داره، هر چیزی که تمرکزش رو گذاشته رو اون کار دوست داره، علاقش رو داشته باشه، حتما غیر از این که کتاب خوندن و باید یکی از اولویت کارش بدوند، باید با یه استادی حتما در میون بذاره این کارو که این کارو میخوام بکنم آیا درسته یا غلطه. چون الطاف غیبی، شما الان براتون توضیح بدم، الطاف غیبی یعنی یک نیروی ماوراتبیعی، یک اتفاقات خاص. خب نیروهای ماوراتبیعی از همین علوم غریبه بلند میشه. خب یعنی شما خود به خود مثلا یه اشیاء تکون میخورد یا این نیروی ماوراتبیعی بهش میگن. خب حالا کاری نداریم، ولی شما قطعا وقتی ناخواسته یک چیزی رو بخونید و حتی علم درستی نداشته باشید، فقط بدونید که دیگه معنیش میشه این و بخونید و این اتفاق بیفته، جای برگشت دیگه نداره، یعنی احتمال خطر خیلی داره. شما اگر بدونید، حالا باید برید بخونید تمام جنهایی که ما میگیم قوم و قبیله هستن، اینها تو بودهای دیگری هستن و شما با یک عدد و یک رقم و یک حرفی که نمیدونید تهش چی میشه، یک بودی رو میشکنید و یک قبیله‌ای آزاد میان بیرون. حالا یه وقتی شانسی خوب در بیاد ولی بیشتر بد در میان. خب و اینا صدمه بزرگی به جامعه میتونه بزنه. یعنی حتما علوم غریبه باید استادی تو کارت باشه، غیر از این که کتاب خوندی. بله، یعنی مثلا ما اگه بدون هیچ استاد یا حالا بدون کسی که باهاش تو این زمینه پا گذاشتیم که علمش از ما بیشتره این کارا رو انجام بدیم، امکان داره که جنهای کافر، درسته، جنهای کافر به جای جنهای مسلمان وارد زندگی ما بشن و این باعث میشه که وارد زندگی کسی شاید نشن. خب ولی انرژی منفی رو داره، انرژی منفی رو داره، یه اتفاقات خاصی میفته، همون نیروهای ماوراتبیعی بهش میگیم ما. خب اون اتفاقات امکانه بیفته، خب این شدید میشه، بیشتر میشه تو جامعه ما. الان اتفاقات خاصی میبینیم که مثلا بعضی از فیلم ها میذارن، بعضی از داستان ها تو کتاب میاد. خب حالا بر اساس واقعیت بعضیاش نوشته شده، بعضیاش همینطوری قصه است. ما به خاطر همینه که علوم غریبه تازه یاد گرفتن مردم که یه خورده علوم غریبه رو بهش پی ببرن و کتابش رو بخونن، میرن ولی ناخواسته تو علوم غریبه به اصطلاح تو کتاباش اشکالی رو میبینن و مفهومش میکنن، چون تو کتاب توضیح داده این فهمش چجوریه، عددش چیه، بعد اینو میارن میخونن، بعد یه اتفاقی میفته، بعد دیگه خب نمیدونن، برای خودشون هم شخصا میفته، اول برای خودشون دیگه نمیدونن چی کار کنن، یه کاری ازشون بر نمیاد، بلد نیستن. خب این کار رو حتما با یه استاد، یعنی میخوای بری یه کتاب علوم غریبه بخونی، خب یه استادی که به اصطلاح تو این کار دست داره، بری باش همکاری کنی، صحبت کنی که این کتاب رو من میخوام بخونم، آیا این کتاب خوندم، این اعداد مثلا تفسیر کردم، این شکلا رو تفسیر کردم یا کشیدم خودم این کارو کردم، اتفاقی میفته، بعدش چه اتفاقی میفته، بعدش چجوری میشه این اتفاق نیفته یا اتفاق رو دفع کنیم از جامعه، از خودم. این حتما استاد راهنماییش میکنه. آقای دلان، واسم سوال شد که حالا وقتی یه نفر جن زده میشه یا به قول معروف تسخیر میشه،
این حالاتش چطوری میشه؟ یعنی اینکه حرکات عجیب میزنه. ما تو فیلم‌ها دیدیم آخه وقتی یه نفر جن زده میشه با این نقاشی‌ها عجیب کشیدن، خط کشیدن رو کاغذ نمیدونم. اول از این که خب جن با روح تکثیره، ببخشید معذرت، جسم با روح تکثیره، یعنی تو وجود شما یه روحی هم هست. این روح بدترین عذاب رو میبیند، یعنی شما قطعا اون جن رو نمیبینی ولی روحت میبینه. وقتی اهل حوا میشی خب شما اون جن رو شاید نبینی ولی روحت میبینه. روحت وقتی میبینه خب خیلی وحشت زده میشه، خیلی وحشت زده میشه. وقتی روحت وحشت زده میشه شما هر وقت دیدی که صداهای خاصی از درون دلت، این صداهایی که مثلا میاد بیرون خب این مخصوصا تو خواب یا مخصوصا تو بیداری یا این حرکت میفته، خب روحتون داره میترسه از یه چیزی، خب روحتون بعضیا میگن قبض روح میشه، خب روحتون میخواد فرار کنه، خب نمیتونه، به جسم وفاداره، عهد بسته، خب نمیتونه فرار کنه، از خودش این صدا رو در میاره. خب اون که اهل حوا میشه، بله جن میتونه تو وجود انسان بره تکثیر بشه و روحتو مریض میکنه. ما حتی تو روزنامه بریم همین الان پیگیری بشیم، به اصطلاح میبینی یک مرد 45 ساله تو روزنامه میاد مینویسه، مثلا با ببخشید معذرت میخوام ربطی به این برنامه هم نداره من این موضوعی که میگم، ولی میام مینویسم میگن یک مرد 45 ساله مثلا دختر 7 ساله رو مورد آزار و اذیت قرار میده، خب الان در زندانه تا حکم قطعیش برسه. مثلا این فرد، من قطعا برام سوال پیش میاد که مثلا این چرا این کار کرده. اگر به خودت یه خورده فکر کنی، با خودت بشینی یه خورده فکر کنی، متوجه میشی اون روحش مریض شده. بعضی انسان ها اصلا روحشون مریض میشه و دست خودشون نیست، یه کارهایی رو میکنن. روح وقتی مریض میشه باید دونست که چشم باید تغذیهش کامل نیست. این روح وقتی مریض میشه انسان حرکات عجیبی هم از خودش در میاره، حرفای عجیبی از خودش میزنه. یعنی که وقتی جن تو بدن انسان تسخیر میشه، حرکات عجیبی که از شما سر میفته میکنید، اینه که روح مریض شده. بله خب خیلی ها هنوز این باور غلط رو دارن که فکر میکنن اتفاقات خوب با دعانویس رقم میخوره و میرن مراجعه میکنن و دعانویس که کارم بلد نیست انجام بده و کلی اتفاق بعد تو زندگیشون وارد میکنن به خاطر این داستان. این نظری دارید راجع به دعانویس ها بگید که چه کار کنیم که اصلا ما به دعانویس نیاز داریم اصلا یا نیاز نداریم؟ الان من بالفعل برم توی یه کشوری که منو نمیشناسه، توی یه محله‌ای که برم منو نمیشناسن، بگم من پسر رهبرم، باید قبول کنم؟ یا من دکترا دارم و دکترم و میتونم شما رو خوب کنم یا بیماری‌های شما رو کاسته کنم و کمتر کنم، باید مردم قبول کنن؟ خیر. خب ببینید، حالا کسی که میاد میگه من دعانویسم و این کار رو انجام میدم، اصلا ببینید یه آدم کیه؟ یه آدم شاید بخواد فقط پول بگیره از شما. بعضیا خب دعانویس با اونی که جادوگری میکنه زیاد سطح بالایی نداره، یعنی اصلا فاصله ندارن. اینو مطمئن باشید اون یه دعایی مینویسه، شما نمیدونید چه دعایی مینویسه. ببینید من میگم لوح محفوظ یعنی چیزی که با اسم اعظم خدا، با اسم پیغمبر، با اسم اماما شروع بشه، اینو بهش میگن لوح محفوظ. ولی چیزی که سحر، چیزی که با اسماء شیاطین و اسماء روح خبیثه خوانده بشه، اینو بهش میگن سحر. ولی خب ما الان همینطور که میگیم لوح محفوظ، اونا هم برای خودشون این سحر رو میگن لوح محفوظ. خب جالبه، و میگن ما دعانویسیم، یعنی اون کلماتی که میارن برای خودشون دعا میدونن این کلماتا و میگن ما دعانویسیم. امکان داره هم ضرر به خودت برسونی و هم ضرر به اطرافیانت. و
دعانویس، هر گردو نیست آقا، اینو در نظر داشته باشید. پس شما میرید دعانویس میگید و ببینید کی هست، چه آدمیه، مشکلتون بله میخواین برطرف بشه زودتر و حل بشه، ولی خب نمیشه تکه، بدتر میشه، نمیشه تکه به هرچی بکنه. اول خدا، خب بعد وسیله خدا، آدم خدا، بنده خدا، هر کسی که بیشتر قبول دارید تو این راه و علمی داشته باشه، نه اینکه با نیروی ماورایی یه کاری بکنه بعد بگید خب این پس دعانویس یا هر چیز دیگه. نه خب جادو هم ماورا طبیعه، از علوم غریبه است. خب جادو و با نیروی ماورا طبیعی این کارو میکنه. خب پس اونم نمیشه بگی آدم درستیه این کارو میکنه، خب با علم جادوگری این کارو میکنه. حالا من یه سری داستان شنیدم از این سری افراد که میگفتن ما رفتیم پیش دعانویس و حالا اون پارتنر منو ترک کرده بود. وقتی رفتم پیش دعانویس و مراجعه کردم بهش، بعد چند وقت پارتنرم برگشت. ولی خب دیگه ازشون خبر ندارم بعد اون داستان. الان نمیدونم که بینشون چی داره میگذره، ولی حس میکنم که بعضی از افرادی هم هستن که تو این زمینه درست فعالیت میکنن. و ما میگیم نگفتیم همه غلطن، ما گفتیم هر گردی گردو نیست، درسته؟ ولی نمیدیم بگیم تمام دعانویسا، نه. خب بعضیا حرفه این کارو دارن و ملای این کارن. اونا اگر رفتین به اصطلاح بگین آقا میخوایم بریم پیش دعانویس، بگی آقا باشه شما دعانویس هستین، بهترین راه اینه اگر دعانویس قبول کنه، بهترین راه اینه که 5 تا الان من بهتون آیه قرآن رو میگم، این 5 تا آیه قرآن رو دعانویس بگید. اگر گفت شخصا، یعنی اینطوری میتونیم تست کنیم که آیا دعانویس ما واقعا دعانویسه یا نه. سوره حشر آیه 22 عددش هم میشه 928. هو الله الذی لا اله الا هو. آیه دوم لقد ارسلنا، آیه دومم از کدوم سوره؟ آیه دوم سوره حدید آیه 25 جمع اعدادش هم میشه 3320. لقد ارسلنا بالبینات و انزلنا. حالا اینو کامل براتون بخوام توضیح بدم خودش 2-3 تا خط طولانی میشه. آیه سوم آیه سوره انفال آیه 19، سوره انفال آیه 19 جمع اعدادش هم میشه 2174. اینا رو خوب در نظر بگیرید، آیه ها رو، سوره ها رو خودتون برید بنویسید و بگید اینو بگه. الان بهتون میگم آیه اول سوره حشر آیه 22، آیه دومم سوره حدید آیه 25، آیه سوم سوره انفال آیه 19، آیه چهارمم سوره الرحمن سوره یوسف آیه 64، آیه چهارمم سوره یوسف آیه 64 و در آخر آیه پنجم سوره اصحاب احزاب آیه 56. و همین اینا رو برید بنویسید، آیاتشون بهتون گفتم، سوره هاشون هم بهتون گفتم. و اگر رفتین پیش دعانویس اینو قطعا حتما تو جیبتون هم بذارین. خب رفتین اونجا تو جیبتون هم بذارین. خب و یه برگه جداگونه هم بنویسید، نشونش بدید، بگو آقا اینو بلند بخون شما که دعا نویسی و از آیات قرآن و با کلمات قرآن این دعا رو می نویسی، باشه این 5 تا سوره رو، این 5 آیه رو بخون تا من به شما اطمینان کنم، بدونم که شما مطمئن هستید، کارتونم مطمئنه. این راحت ترین راهی که میخوام بیشتر براتون توضیح ندم همینه. اکثر افرادی که میرن پیش دعانویس به خاطر رزق و روزیه. شما چی پیشنهاد میکنید؟ چه آیه‌ای بخونن به خاطر رزق و روزی که رزق و روزیشون بیشتر بشه؟ اگر علم میخواید 2 تا اسم اعظم خدا بهتون میگم، این به کثرت باید نام ببرید، یعنی روزی 3 تا بهتون میگم.
یکیش اولی بسم الله الرحمن الرحیم، دومیش یا علیم، سومیش یا خبیر یا علیم. اینا رو به کثرت نام ببرید، علم بهتون میدن. و آیه برای رزق و روزی، همون معدن برکت میشه. شما توجه کنید بسم الله الرحمن الرحیم میشه عددش 786، معدن برکت هم میشه 786. یعنی شما بسم الله الرحمن الرحیم رو بگید معدن برکته برای رزق و روزی. اصلا تا میتونید این و حسبی الله نام ببرید، این اسم اعظم خداست و خدا رو قبول داشته باشید و این علمایی که این اسم اعظمی که میارید به زبون، این نام صدا میکنید، حتما باید اعتقاد داشته باشید بهش. رزق و روزی خیلی بالاه. امیدوارم که دوستان شما از این برنامه لذت برده باشین و میریم سر قسمت آخر برنامه که از آقای دلان میخوام یه حرف دلی بشنویم. بفرمایید. حرف دلی یه دو بیت شعر میخونم. 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه. بسیار عالی. خیلی ممنونم از مصاحبه با ما. امیدوارم که بیننده‌های عزیز خیلی خوششون بیاد و درک علم همه چیز رو توی این دنیا ببرن بالا. خیلی خوب. خیلی ممنون از شما. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. من پیج آقای دلان رو میذارم، پیج اینستاگرامش رو میذارم زیر ویدیو و شما میتونید از اونجا به ایشون دسترسی داشته باشین و حالا سوالی اگه واسهتون پیش اومد از ایشون بپرسید. خیلی ممنونم. بدرود.